سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیوی جدید. تو این ویدیو میخوایم بهتون سنس و روش هدشات زدن با جزئیات کامل به شما یاد بدیم. بچه لایک کنید تا اینجا ویدیو اومدین، سابسکرایب کنید تا همینجا بریم سراغ ویدیو آموزش رو بهتون بدیم. بچه ها 50-60% هدشات زدن یه سنسیتیویتی خوب داشتن. بچه این سنسیتیویتی خودمه که الان گذاشتم. حالا نمیدونم شما شاید یه چیز دیگه میخواین بذارین. پیشنهاد من به شما اگه سرعتی پلیر اینو بذارید، اگه کند پلیری اولی بذارین 164. بچه بریم سراغ هدشات زدن آموزشش. دیدین بچه راحت ترین روش هدشات زدن کله صاف زدن. همینجا که میبینین همش داره هد میخوره و بس میشه. بچه کله صاف زدن بس اولی و آسان ترین روش هدشات. بچه اگه دیدین انمی داره به سمت چپ حرکت میکنه، دکمه تیر رو به سمت چپ بچرخونید. اگه دیدید انمی داره به سمت راست میچرخونه، همونجوری به سمت راست بچرخونید. بچه اینم بگم که نه زیاد بکشین نه کم. اگه خیلی دور از شما بود کم بکشید، اگه مثلا نزدیک شما بود میتونید خیلی بلند بکشین بالا. اینا دومین راه. بچه ما خواهیم با این سنس دلول رو داخل ترینینگ تست کنیم ببینید چی. بچه این اولینه. بچه من چون دارم بعد ویدیو صحبت میکنم یکم پس و پیش داره، شما ببخشید. بچه اینجا هم کلمه بدونم اداره بدونم میزنم. بچه سنسش خیلی خوبه اگه شما بتونیم باش کار کنیم. بچه باید سنسش رو تمرین کنیم. همینجوری مثلا یه بار زدین نخورد یعنی اینم بگم که تند روونه. مثلا اینجا عملا با دلول یک زیر دیگه میزنم. بچه بریم سراغ UMP ببینید با UMP چجوری تستش. بچه داریم با UMP تست میکنیم. همینجور که میبینید با UMP هم داره مثل سگ همه هد میخوره، دست دوش نداره. بچه این اگه دوست داشتیم بریم ادامه. بچه بریم سایز دکمه تیر و چیدمان صفحه مونتونش. نورشون رو زیاد کنم وایسا. بچه ها این چیدمان صفحه من با جزئیات کامل هم که دیگه در اختیار شما عکس هم میتونی بگید. بچه ها سایز دکمه تیر من 35. اگه دوست داریم بذاریم. به پیشنهاد من اگه میخوایم بزرگتر بذاریم 51 هم میتونیم بذاریم. بچه بریم سراغ ادامه ویدیو. درن. بچه ها دلول رو باید از پایین بکشیم به سمت راست بیاریم بالا. اینجوری همش هد میخوره. یعنی اگه خوب بکشیم نگاه کنیم. بچه ها الان دکمه تیر رو من نگاه کنیم چوری میکشم بالا. بچه اگه اینجوری بکشید بیشتر تیراتون با دلول هد میخوره. پیشنهاد من دیزرت و اینا نیست، فقط دلول این خاصیت داره. خاصیت نمیدونم چیه. اینجوری میشیم. بچه ها بریم سراغ ادامه ویدیو. شاید یه کمی توضیح هم مونده. حالا یه دقیقه وایسین. بچه ها دیگه توضیح نداریم. اگه تا اینجا ویدیو خیلی دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید و تو کامنت بذارید.